با حمد و ثنای بی حد بر احدیت و با سلام و درود بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر یاران جان نثارش، بر ابوبکر و عمر و عثمان، بر اصحاب بدر و احد و حنین، بر اصحابی که قبل از فتح مکه ایمان آوردن و بر اصحابی که بعد از فتح مکه ایمان آوردن. زیرا خداوند متعال میفرماید و کلا وعد الله الحسنی. هزاران سلام و درود از طرف ما به ایشان باد. و سلام و درود بی حد به شما بینندگان عزیز، بینندگان همیشگی برنامه منهاج السنه. امیدوارم هر کجا که هستید شاد و خرم و پیروز باشید و الطاف بیکران خداوند متعال شامل حال شما گردد. در این قسمت منهاج السنه هم مثل هفته های گذشته در رابطه با منهاج الکرامه، کتاب علامه حلی که بر اهل سنت اتهام بسته یا به تعبیر بگیم ادعاهای پوچ رو ادعا کرده تا به زعم خیش امامت 12 امام را ثابت کند. در این هفته هم باز هم ببینیم که آقای حلی در کتابش چه چیزی گفته و جناب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در جوابش چگونه جواب دادن و از زبان کارشناس محترم جناب شیخ عبدالقدوس دهقان میشنویم. از طرف خودم و به همه بینندگان به جناب استاد سلام و وقت بخیر دارم. بنده هم خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و عرض من عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی و بینندگان انشالله خواهم بود. جناب استاد، همونطور که بحث های کتاب منهاج السنه رو پیگیری کردیم که در حقیقت در رد منهاج الکرامه آقای حلی است، یکی از ادعاهای دیگر، چون که 2 هفته گذشته به خاطر اینکه بحثی که شبکه ولایت مطرح کرد و در رابطه باز هم بحث کتاب منهاج السنه بود، باید جواب میداد، نمیذاشتیم کهنه میشد، بحثمون دقیقاً 2 هفته به تأخیر افتاد و بحث بانو عایشه صدیقه رضی الله عنها بود. آقای حلی در کتابش باز هم اتهامی زده به بانو عایشه و حالا این اتهام رو زده، چرا این اتهام رو زده و بحثش در همین مورد بحث جنگ جمال رو پیش میاره، بحث های دیگه میاره، اتهامات دیگری به ایشون میزنه، اینکه سر پیامبر صلی الله علیه و سلم را افشا کردن. لطفاً برای ما بینندگان این ادعای پوچ آقای حلی را بفرمایید توضیح بدید. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. همان گونه که بینندگان عزیز استحضار دارند، مطالبی رو که علامه حلی در کتاب خودش منهاج الکرامه به عنوان دلیل و مدرک حق‌تر بودن و اولاتر بودن مذهب شیعه اثناعشری بیان کرده، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه این ادعاها رو یک به یک پاسخ گفته و بر مبنای کتاب و سنت و واقعیت موجود آن زمان به این مسائل پرداخته. عقیده اهل سنت و الجماعت عقیده معتدلی هست، میانه هست، دور از افراط و دور از تفرید. اهل سنت و الجماعت نه تنها در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، حتی کسانی رو که از نظر فضیلت و از نظر خدماتی که به اسلام در زمان خلافت خودشون انجام دادن معتقد هستند که برتر از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هستند و خلیفه اول و دوم و سوم مسلمانان هستند، اهل سنت و الجماعت نه افراطی رو دارند و نه تفریطی رو. این یک مشخصه بسیار بارزی هست از اهل سنت و الجماعت. اهل سنت و الجماعت در میان تمام فرقه هایی که منتسب به اسلام هستند، فرقه های اسلامی و مذاهب اسلامی، میانه ترین فرقه و میانه ترین و معتدل ترین فرقه و مذهب هستند، همان گونه که دین اسلام در میان تمام ادیان معتدل ترین دین هست. به تعبیر دیگر جایگاهی رو و موقعیتی رو و روش و منشی رو که اهل سنت و الجماعت در میان مذاهب دارند،
همون موقعیت و همون جایگاه و همون روش و منشی هست که اسلام در میان تمامی ادیان دارد. ما در تمام زمینه‌ها، اهم از زمینه‌های اعتقادی و اهم از زمینه‌های تاریخی و دیدگاه ما نسبت به تاریخ، نسبت به اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و همچنین در مسائل فقهی و دیدگاه‌های فقهی، اهل سنت و الجماعت الحمدلله کاملا معتدل و میان رو هستند. در مورد اسماء و صفات الله متعال معتدل ترین فرقه و مذهب اهل سنت و الجماعت هست. ما میدونیم که در میان کسانی که خودشون رو به اسلام نسبت دادن افرادی بودند که معتقد بودند که الله متعال مثلا جسم هست، الله متعال را جسم میدونستند، یا الله را شبیه به بشر میدونستند، بشر را شبیه به الله متعال میدونستند. این از یک طرف مجسمه ای رو داشتیم و مشبهه ای رو داشتیم که انسان را به مخلوقات تشبیه میکردند، یا معتقد بودند که الله متعال جسم هست، مانند بزرگان شیعه و راویان شیعه، مانند هشام ابن حکم و هشام ابن سالم و بقیه راویان شیعه که هم سو بودند با این افراد و نخستین بار این بدعت را در جامعه اسلامی آوردند و ایجاد کردند. خب مجسمه یک گروه مشخصی بودند از یک طرف. از طرف دیگر کسانی بودند که به بهانه تنزیه الله متعال، به بهانه این که معتقد هستند که الله متعال به هیچ عنوان شبیه بشر نیست و بشر شبیه الله متعال نیست، حتی صفاتی رو که الله متعال در قرآن کریم برای خودش بیان کرده این صفات رو به صورت کلی نفی کردند. این صفاتی رو که خود خداوند متعال در قرآن آورده اونها رو نفی کردند. از یک طرف افرادی بودند که هرچی در قرآن اومده اینو با دیدگاه بشری تعبیر می‌کردند، قیاس می‌کردند. مثلا میگفتند که ید زمانی که برای الله متعال اومده ید مانند این دسته، یعنی تشبیه دقیقاً همین انگشت و همین حرکات و بقیه این گونه تشبیه می‌کردند. معتقد بودند الله متعال مثلا جسم داره، به عنوان مجسمه معروف بودند، مشبهه معروف بودند. و گروه دیگر اومدند کلاً اینها رو نفی کردند، گفتند که الله متعال در قرآن گفته ید، منظور ید نیست، الله ید نداره. و الله متعال فرمودن الرحمن علی العرش استوى، الله متعال روی عرش هست، گفتن نه به هیچ عنوان جایز نیست از نظر عقلی که الله متعال روی عرش باشه. این تمام مسائل اومدن با عقل ناقص خودشون یک نظری رو پرداخت کرد و انتخاب کردن. یعنی این که ابتدا اومدن در ذهن خودشون الله متعال را با بندگان خودشون تشبیه کردن، بعدن گفتند که نه، پس بنابراین اون صفتی رو که بنده داره الله متعال نباید داشته باشه، به صورت کلی نفی کردن. اهل سنت و الجماعت میانه هستند در میان این دو گروه در باب اعتقاد، نه مجسمه و در واقع مشبهه هستند و نه این که مؤوله هستند و این که تعویل بکنند یا این که صفات الله متعال به صورت کلی نفی بکنند. معتقد هستند که هر چیزی که الله متعال درباره ذات خودش و در مورد صفات خودش فرموده به همان گونه‌ای که الله فرمودند همان گونه هست، منتها کیفیتش و واقعیتش چگونگیش رو الله متعال بیان نکرده. ما هم که در مورد الله متعال تا زمانی که خودشون بیان نکنن چیزی رو در این زمینه نمیدونیم. در مورد مسائل اعتقادی، این مسائلی که هست که عرض کردم، در مورد مسائل ایمان و مسائل کلامی و در مورد مسائل فقهی و تمام چیز، یعنی اهل سنت و الجماعت معتدل هستند. یکی از مواردی که اهل سنت و الجماعت معتدل و میانه هستند بحث نگاهشون و دیدگاهشون نسبت به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. خب قطعاً شیعه اومدند اصحاب رو بر دو قسم تقسیم کردند. اصحابی که موالی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند که تعداد انگشت شماری هستند، احیانا میگه همه مرتد شدن به استثنای چند نفری، و عموم صحابه رو جز مخالفان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم قلمداد میکنند و یک جبهه و یک عداوت موهومی رو آوردن در میان صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم قائم کردند. و بنابر این دیدگاهشون یک دیدگاه متفاوتی هست، یا همراه غلو و افراطگری هست یا همراه بغض و کینه هست. دیدگاه شیعه نسبت به اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و اهل بیت به صورت کلی از این دو گزینه خالی نیست. یا دیدگاه مغرضانه هست یا این که دیدگاهی هست بر اساس غلو و افراط در مورد اهل بیت و در مورد صحابه، تمام چیز در واقع بر اساس بغض و کراهتی هست که دارند. اما اهل سنت و الجماعت اصحاب را و اهل بیت را
با یک ترازو میسنجند، با یک دید نگاه میکنند و از یک زاویه نگاه میکنند که اون زاویه بشر بودن هست. یعنی این که با همان معیاری که اهل سنت و الجماعت ابوبکر و عمر و عثمان رو میسنجند، با همون معیار سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و دیگر اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را میسنجند. این گونه نیست که معتقد باشند که یک گروهی از صحابه فلان و فلان و فلان شیطان صفت بودند، شریر بودند و فلان و فلان نفر از صحابه یا اهل بیت اینها فرشته گونه بودند و معصوم بودند. اهل سنت و الجماعت در مورد هیچ کسی معتقد بر این نیست که به هیچ عنوان خطا و اشتباه سهوی را انجام نمیدهند. حتی شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم، من بارها عرض کردم که در موارد متعددی الله متعال رسول الله صلی الله علیه وسلم را مؤاخذه کرده، توبیخ کرده که ای پیامبر من چرا فلان کار رو انجام دادید. درست. در مورد همین مطلبی که در آقای هلی در این مطلب امروزی مو هست که در اون اشاره میکنن، در مورد مطالبی که در سوره تحریم اومده و ادعا میکند که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها اسرار رسول الله صلی الله علیه وسلم را فاش کردند، در ابتدای همین سوره تحریم الله متعال به رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماند که یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك. ای پیامبر من چرا چیزی رو که الله برای تو حلال کرده حرام میکنی؟ درست. خب وقتی که چرا میپرسد چرا این کار رو کردی، یعنی که نباید میکردید. فقط در این مورد میخواستم بگم که شیعه اینو چجور تفسیر میکنه یا دیدگاه اهل سنت که شما بیان شیعه جواب اینو چه خواهد داشت؟ من عرض کردم که دیدگاه اهل سنت و الجماعت بر اساس اعتدال هست در این زمینه. درست. و وقتی که ما به قرآن کریم برمیگردیم میبینیم که در مورد فضائل اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، اهم از این آیه که صحابه را به صورت کلی تقسیم بر دو گروه کرده، کسانی که قبل از فتح ایمان آوردند و کسانی که بعد از فتح ایمان آوردند. اونایی که قبل از فتح ایمان آوردند، هجرت کردند، جهاد کردند، انفاق کردند در راه الله متعال، اولئک اعظم درجه، اینو تعبیر کرده که اینها برتر هستند. این عقیده اهل سنت و الجماعت هست. اون کسانی که قبل از فتح ایمان آوردند اعظم درجه هستند، درجات بالاتری دارند، ایمانشون قوی تر است، خدمات بیشتری رو انجام دادند. و اون کسانی که بعد از فتح ایمان آوردند، هرچند ایمانشون به تأخیر افتاده اما ایمان آوردند، بازم در آخر ایمان آوردند، اونها رو بازم الله متعال وعده حسنا و وعده بهشت و وعده نیکی در واقع داده. حداقلش این است که الله متعال این وعده حسنا رو به این تعبیر بکنیم که الله متعال توبه شما را، ایمان شما رو در واقع قبول کرده. و آیاتی رو که در مورد به صورت کلی در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود داره، در مورد تعریفشون، تمجیدشون، در مورد مسلمانان قبل از فتح، مسلمانان بعد از فتح، سابقین اولین، مهاجرین و انصار و اهل بدر که وجود داشتند، اهل احد که وجود داشتند، آیاتی رو که به صورت کلی در میان این در مورد این افراد اومده، بسیار گسترده و مفصل و طولانی هست. اما ببینیم اصحابی رو که از دیدگاه شیعه اینقدر بد بودند که هیچ حسنه‌ای رو ازشون به خاطر ندارند. یعنی این گونه به هیچ عنوان شما بیارید در کتاب‌های شیعه یکی از خوبی‌های ابوبکر، عمر و عثمان رو مثلا ذکر کرده باشند. همین اصحابی رو بالفرض ببینید، همین اصحابی رو که از دیدگاه شیعه این همه بد بودند که شیعه نمیتوانند یا نمیخواهند یا اینکه در واقع جرأت ندارند که حتی یک نیکی و خوبی برای ابوبکر و عمر و عثمان بیان بکنند. خب میبینیم خود در قرآن کریم در مورد حسناتشون، در مورد فضائلشون آیات متعددی اومده، ده ها آیه اومده. چرا در مورد مصالبشون، در مورد مذمت اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم در آیات قرآن آیاتی وجود ندارد؟ و اگر آیاتی وجود داشته باشه که در برخی جاها اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را نکوهش کرده باشند، مانند قضیه مثلا در روز جمعه که برخی بلند شدند و از خطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتند، اینها تمام انگشت شمار هست. و جالب اینجا است که اگر اینها را مقایسه بکنیم با مواردی که الله متعال در قرآن کریم خود رسول الله صلی الله علیه وسلم را مورد مؤاخذه قرار داده، میبینیم که کمتر هست.
در چنین جاها میبینیم که شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم هم همراه این اصحاب در واقع وجود داره، مانند فدیه گرفتن از اسرای بدر در واقع که هم رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند و تعداد از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم که همسو بودند و هم فکر بودند با مشوره و رأی رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس بنابراین اگر شیعه واقعا میخواد که با منطق برخورد بکند، بر اساس آیات قرآن و احادیث صحیح رسول الله برخورد بکند، اگر میخواد با یک معیار و با یک دید و نگاه به تاریخ صدر اسلام نگاه بکند، از دو خال خالی نیست. یا این که هم صحابه تبرئه میشوند و هم اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا این که هر دو گروه مورد نکوهش باید قرار بگیرند. از این دو راه شیعه راه سومی رو در واقع در پیش ندارن و بهترین راه در این زمینه همون دیدگاه اهل سنت و الجماعت هست. اما روش شیعه همون گونه که شما اشاره کردید این است، مثلا کتاب‌هایی رو که نوشتن مانند منهاج الکرامه و کتاب‌های دیگر آمدن ترکیز کردند، انگشت گذاشتن بر روی اشتباهات صحابه و اغماض کردند از اشتباهات اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، که این بر مبنای یک اعتقاد باطلی هست که معتقد هستند که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم حداقلش همون ائمه‌ای که معتقد هستند اونها رو معصوم میدونن، اما در مورد بقیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اسمتی رو معتقد نیستند. ما در مورد هیچ کس این اسمت رو معتقد نیستیم، نه اصحاب رسول الله و نه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. منتها معتقد هستیم که پاکترین، متقیترین، پرهیزگارترین، مؤمنترین، عاملترین، نیکوکارترین انسان‌های روی زمین اصحاب و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و اگر بالفرض از کسی اشتباهی سر زده، این اشتباه در دریای نیکی‌های اونها در واقع مغمور هست و از بین می‌رود و قطعاً الله متعال اگر قرار باشد که کسی را، گناهکاری را ببخشد، معاف بکند، اولاترین و برترین گناهکارانی که باید مورد عفو الله متعال قرار بگیرند، اولاتر و بهتر هستند همان شاگردانی هستند که در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. جناب استاد، بحث آقای هلی که در کتابش آورده و اینکه طعن وارد کرده یا قدح وارد کرده در فضیلت بانو عایشه رضی الله عنها که بحث امروز ماست، لطفاً بله، آقای هلی در کتاب خودشون منهاج الکرامه که بارها اینو نشون دادن، دوستان اینو لطف بکنن تصویر کتاب رو نمایش بدن که منهاج الکرامه فی معرفت الامامه هست و در این کتاب در صفحه 37 این کتاب آقای هلی مطلبی رو در مورد حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها آمده و مطرح کرده و این مطلب در واقع این نقطه‌ای هست که ایشون اعتراض دارند بر اهل سنت و الجماعت که اهل سنت و الجماعت اومدند و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها را بر دیگر اصحاب رسول الله یا همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم برتری دادند که ما در جلسات گذشته به این مطلب پرداختیم و مطلبی که امروز میخوام به اون اشاره بکنیم این نقطه است که در اینجا میگه و اذاعت سر رسول الله صلی الله علیه و آله و عایشه راز رسول الله صلی الله علیه و سلم را فاش کرد، اسرار رسول الله صلی الله علیه و سلم را که در اینجا یک مورد خاص در نظر هست اینو برملا کرد. و قال لها النبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیشون فرمودند که انک تقاتلین علیا و انت ظالمه، تو با علی می جنگی در صورتی که تو در واقع ستمگر هستی، ظالم هستی، بناحق با سیدنا علی می جنگی. ثم انها خالفت، ایراد دیگری که بر عایشه گرفته این است که ایشون مخالفت کردند با دستور الله متعال فی قوله، در این آیه که الله متعال نازل کرده و قرن فی بیوتکن، دستوری که الله متعال به همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم داده و خرجت فی ملأ من الناس تقاتل علی علیه السلام علی غیر ذنب، عایشه در یک گروهی لشکری بیرون رفت برای جنگیدن با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، اونم بدون اینکه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه گناهی رو مرتکب شده باشه. این مطلبی هست که آقای هلی در کتاب خودش اینو ادعا کرده
کرده و این رو به عنوان یک در واقع اشکال و ایراد و یک گناهی که سیدتنا عایشه رضی الله تعالی عنها انجام داده اینو مطرح کرده، بدین معنی که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها با این که این موارد رو انجام داده بود، باز هم از دیدگاه اهل سنت و الجماعت جایگاه ویژه‌ای رو داره و در میان امهات المؤمنین اهل سنت و الجماعت ایشون رو بر بقیه امهات المؤمنین که حداقل بعد از خدیجه بودند یا در وفات رسول الله، بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم باقی موندن، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها را برتر و بالاتر میتونن. الان این ادعایی هست که به صورتی که کلی اینو هلی مطرح کرده و غیر از هلی افراد دیگر هم اومدن این ادعا رو مطرح کردند و بعد از آقای هلی یا افرادی که قبل از ایشون بودن و بعد از ایشون هم تا امروزه این ادعا وجود داره. به صورت کلی شیخ الاسلام رحمت الله علیه اول اومده این مطلب را نقل کرده از آقای هلی و خود این همین مطلب را و اذاعت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم و قال له النبی انک تقاتلین علیا. این همین جمله را آورده در اینجا نقلش کرده و بعد از آن این مطلب را نقد کرده. و مطلب اولی که در این زمینه بیان کردن همون مطلبی هست که من قبلا به صورت مقدمه در این زمینه بیان کردم که دیدگاه اهل سنت و الجماعت در این زمینه این است که نه عایشه و نه هیچ یکی دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت ایشان از دیدگاه ما معصوم نبودند. پس بنابراین وقتی که ما به عایشه و حفصه و امهات المؤمنین اصحاب رسول الله اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم، اینو باید با دید بشریت نگاه بکنیم که همه امکان دارد که این اشتباه رو انجام بدهند. و اگر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما معتقد هستیم که تمام این اصحاب اهل بهشت هستند، به صورت کلی تمام این اصحاب رو الله متعال وعده حسنا داده، چه مؤمنین قبل از فتره یا بعد از فتره جایگاه برتر رو مهاجرین دارند، انصار دارند، اصحاب بدر دارند. این جایگاه و تفاوتی هست که در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داره و در مورد تمام این افراد ما معتقد هستیم که همهشون در واقع بهشتی هستند و الله متعال اونها رو وعده مغفرت و رحمت داده. در ضمن اینها هم ابوبکر هست، هم عثمان هست، هم علی عمر و هست، هم عثمان و هم علی و هم عایشه و بقیه امهات المؤمنین و هم علی و فاطمه و بقیه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و گناهانی رو که انسان انجام میدهد، نه گناهانی رو که صحابه انجام دادند، نه گناهانی رو که اهل بیت انجام دادند، حتی گناهانی رو که من و شما امروز انجام میدهیم، ما نباید از رحمت الله متعال ناامید باشیم. قل لعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. ای اون انسان‌هایی که شما در گناه اسراف کردید، زیاده روی کردید، گناه و معصیت رو از حد گذراندید، بازم از رحمت الله متعال ناامید نشوید. پس بنابراین قبلا عرض کردم که اگر قرار باشد که الله متعال بنده ای را مغفرت بکند، اولاترین و بهترینشان اون کسانی بودند که شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند که الله متعال همه گناهکاران را میبخشد. اضافه بر این مواردی هست که از دیدگاه شیعه و از دیدگاه اهل سنت و الجماعت جز مکفرات ذنوب هستند، جز مواردی هستند ولو اینکه انسان توبه نکند به این موارد کفاره میشوند برای در واقع گناهانی که انسان انجام داده. من جمله حسناتی هست، ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکی ها بدی ها رو کاملا از بین میبرند. ایمان نیکی هست، عمل صالح نیکی هست، نماز و روزه و زکات و حج اینا جزء اعمال صالح هستند. این اعمال صالح منجر به این میشوند که گناهان انسان به صورت کلی بخشیده بشوند، حتی گناهان من و شما، چه برسد به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و مورد دیگر که جزء مکفرات هست غیر از اعمال صالح، مصائب و گرفتاری ها هست، بیماری هایی هست که بر فرد مسلمان میآید. اینها تمام جزء مکفرات ذنوب هستند. این عواملی هستند که الله متعال بدین وسیله گناهان انسان را معاف میکنند و به اندازه ای که انسانی که در دنیا در واقع مورد بیماری قرار گرفته، بیمار شده، رنج دیده، مشکلات عدیده رو در دنیا تحمل کرده، این بگونه‌ای هست که این بلا و مصیبتی که بر انسان مسلمان میاد آن اندازه به این انسان مسلمان میچسبد،
همراهش می شود و همیشه بیمار و در واقع رنجور خواهد بود یک فرد مسلمان، نهایتا وقتی که از دنیا میرود کاملا صاف و پاک از دنیا میرود. یعنی این مصیبت هایی که بر اون اومده سبب شده که تمام گناهانش رو الله متعال کاملا معاف بکنند و ببخشند. پس بنابراین در مورد تمام گناهکاران، نه تنها صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما یعنی عقیده اهل سنت رو عرض میکنیم، ما عقیدهمون این است که هیچ انسان مسلمانی را به قول علامه طحاوی رحمت الله علیه لا ننزل احدا جنة ولا نارا، ما هیچ کسی رو به جهنم و بهشت نمیاندازیم. یعنی این که ما در مورد هیچ کسی قضاوت نمی کنیم، نه در مورد اصحاب رسول الله، نه در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. یک انسان فاسق و فاجری رو که امروزه وجود داره، یک انسان فاسق و فاجری رو که در یک جامعه وجود داره، ما حق نداریم که بگیم که فلانی جهنمی هست، زیرا که ما چی میدونیم که این چه اعمالی رو انجام داده. گرچه میبینیم که گناه انجام داده، اما از کارهای ثوابش که ما خبر نداریم. از ایمان قلبی که در قلبش هست ما ایمان خبر نداریم. از توبه‌ای که این فرد کرده ما خبر نداریم. از مصیبت هایی که بر این فرد اومده و منجر می شود که گناهانش معاف بشود ما خبر نداریم. در آخرین لحظه‌ای که از دنیا رفته، بالفرض این که یک انسانی شر محض باشه، مؤمنی که شر محض باشه، ما چی میدونیم که در آخرین لحظات این با ایمان رفته یا با کفر رفته؟ زمانی که ما نمیدانیم که یک انسانی با ایمان از دنیا رفته یا با کفر از دنیا رفته، چگونه ما میتونیم حکم بکنیم فلانی بهشتی هست یا جهنمی هست؟ این از حیطه اختیارات ما و از حیطه نفوذ ما در واقع فراتر است. این کار الله متعال است. پس بنابراین زمانی که یک فردی را که الان در جامعه ما وجود دارد، یک فردی را که حتی از خود خانواده ما هست، ما میبینیم که دچار گناه و معصیت هست، ما نمیتوانیم که در مورد این حکم بکنیم که الله متعال اینو مجازات میکند یا اینکه الله متعال اینو میبخشد. چگونه ما میتونیم در مورد 1400 سال قبل افرادی که بودن حکم بکنیم که چقدر کار خیر داشتن، چقدر کار بد داشتن، کارهای خیرشون قبول نیست، کار بدشون همونجور مونده، بدون توبه از دنیا رفتن؟ این در واقع همون حکم بدون علم هست، بدون آگاهی هست که هیچ مسلمانی، نه شیعه و نه سنی، نه بر اساس قرآن و نه احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی چنین اجازه رو ندارد که چنین قضاوتی رو بکنه. و نقطه جالبی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در این زمین اومده و یک استدلالی میکند، یک روایتی هست که در سنن ابو داود نقل شده و که در مورد قضات، افرادی که قاضی هستند، اینی که امروزه من و شما حکم میکنیم، امروزه به طور مثال که شیعه حکم میکنند که حکم ما در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم این است که اون وعده ای رو که الله متعال داده و نویدی رو که الله متعال به مهاجرین و انصار داده، به اون مؤمنان قبل از فتح داده، به مؤمنان بعد از فتح داده، به اصحاب بدر و اصحاب احد داده، ما معتقد هستیم که این نویدها رو ان شاء الله دریافت خواهند کرد و همه اهل بهشت هستند. اما شیعه که قضاوت میکنند که بله فلانی کافر بوده، فلانی منافق بوده، فلانی جهنمی هست و فلان، و از این مسائل قضاوت میکنند، شیخ الاسلام ابن تیمیه اومده اینو با مسئله ای که در مورد قضات هست، قاضیان، روایتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم که میفرماند قاضیان بر 3 قسم هستند. قاضیان اونهایی که در مورد دیگران حکم میکنند بر 3 گروه و بر 3 قسم هستند. یک قاضی، یکی از این 3 گروه قاضی، یکیشون در بهشت هست، 2 گروه دیگرشون در جهنم هستند. یک گروه از قضات بهشتی هستند و 2 گروه دیگرشون جهنمی هستند. این به خاطر اعمالشون، به خاطر نوع قضاوتشون، به خاطر مستند قضاوتشون که قضاوت میکنند این گونه تقسیم شدند. یک گروه بهشتی و 2 گروه دیگر اهل جهنم هستند. خب یک انسانی که، یک قاضی که حق را میشناسد، حق را میشناسد و بر مبنای حق قضاوت میکند، یعنی قضیه‌ای رو که براش آوردن، پرونده‌ای که آوردن، 100% حکم شرعی رو، حکم قرآن و سنت رو در این زمینه میدوند و بر اساس قرآن و سنت حکم میکند. میگه این قاضی در بهشته، زیرا که دیده و دانسته بر مبنای حق و حقیقت و علم قرآن و سنت چیکار کرده؟ قضاوت کرده. این حق این رو داره که به بهشت برود. یعنی این عملش عملی هست که انسان رو به بهشت میرسونه. یک قاضی دیگری هست که
انسان قاضی که حق را میشناسد، قاضی که حق را میشناسد اما به خلاف حق قضاوت میکند، به ناحق حق را دیده، میشناسد، پرونده جلوش اومده، میداند که فلان شخص در واقع حق داره، حقش این نیست که قصاص بشود یا به تعبیر دیگر اعدام بشود یا فلان حکم رو در موردش صادر بکنند، میداند اما به خاطر اینکه آقا حکومت اینو خواسته، فلان فرد اینو سفارش کرده، نمیدونم طرف مقابلش فرض کن اطلاعات هست، سپاه هست یا فلان مرجع هست، چون که طرف مقابلش فلانی هست، به ناحق در این زمین حکمی رو صادر میکنه، این جهنمی هست. قاضی سوم قاضی هست که انسانی هست بی علم و نادان، لیاقت قضاوت رو نداره، با اساسیات قضاوت، نه با آیات قرآن و نه با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ گونه آشنایی رو نداره. همینجوری آوردن فقط یک حکمی رو بنویسه امضا بکنه، هیچ اختیاری رو از خودش نداره و هیچ علمی رو از خودش نداره، نه حق رو میشناسه و نه باطل رو میشناسه، به ناحق قضاوت میکنه. در حقیقت یک سمبوله که پشت سر حرکت میکنه. بله، این قاضی هم قاضی جهنمی هست. پس بنابراین یکیشون در بهشت هست، دو تا دیگرشون در جهنم. الان همین قضیه رو ما بیاریم در مورد قضاوت در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاریم تطبیق بدیم. آیا ما دقیقاً 100% از قلب ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عایشه و بقیه اومدیم چه کاری رو انجام دادن؟ آیا مگر ما دیدیم که چه کارهایی رو انجام دادن؟ آیا مگر ما میتوانیم مقایسه بکنیم در میان اعمال خیرشون اعمال شرشون؟ آیا مگر ما میتونیم که این اعمالی رو که انجام دادن از روی اخلاص بوده یا از روی نفاق بوده، تظاهر بوده؟ آیا ما میدونیم بالفرض این که گناهکار بوده باشند، خطا انجام داده باشند، ما میدونیم که در آخرین لحظات با ایمان رفتن یا با کفر رفتن؟ هیچ یکی از اینها برای ما کاملا مشخص نیست. پس بنابراین امروزه قضاوت کردن در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم قضاوت بدون علم هست، قضاوت بدون آگاهی است و هر کسی که در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم قضاوت بدون علم بکند، اون مسیرش همون چیزی هست که همین افراد قاضیانی که به ناحق قضاوت میکنند همون مسیر رو در واقع داشته باشه. این یک مطلب، این به صورت یک مطلب کلی هست و یک در واقع مقدمه هست که من قبلا هم مطالبی رو عرض کردم و این مطالب رو از کتاب خود منهاج السنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه خدمت بینندگان عزیز من مطرح کردم. و در مورد ادعایی که آقای هلی کرده که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها سر رسول الله صلی الله علیه و سلم را افشا کردن. اولا که بالفرض که این گناه باشه، که گناه هست، کاری هست که نباید عایشه انجام میده، گرچه عایشه نبوده و حضرت حفصه بوده، گرچه عایشه نبوده و حفصه بوده. بالفرض این که این مورد درست باشه، گناه باشه و قصدن و عملا اینو کرده باشه، نهایتش این است که یک گناهی است که انجام داده مانند گناه بقیه اصحاب رسول الله و اهل بیت رسول الله. نهایتش این است که یک گناهی رو در واقع انجام داده باشه. ببینید که در این زمینه اهل سنت و الجماعت، من عرض کردم که اهل سنت و الجماعت افراط و تفریط ندارند، حق رو نادیده نمیگیرند، نمیخواهند که یک در واقع عصمتی رو برای ابوبکر و عمر و عثمان یا هر کسی دیگر به ناحق بیارن در کسی غالب بکنن. ما معتقد هستیم همه بشر بودن، اشتباه کردن، اشتباهاتشون ما قبول داریم، اشتباهاتی از اونها سرزده زیر کنیم. اساسا ما معتقد هستیم که معصوم نبودند. وقتی که ما معتقد هستیم که این معصوم نبودند، پس بنابراین پذیرفتن گناهشون برای ما کاملا ساده هست. اما شیعه که معتقد هست ائمهشون معصوم بودند، پذیرفتن اشتباهشون و سهوشون برایشون کامل پذیرش نیست و قابل توجیه در واقع نیست. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در این زمینه همین آیه رو آوردن، اشاره میکنند، میفرماد که فلا ریب ان الله تعالی یقول، هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد که الله متعال در این زمینه می‌فرماید و اذ اسر النبی الى بعض ازواجه حدیثا فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. این آیه در سوره تحریم، در ابتدای سوره تحریم و آیه 3 سوره تحریم.
در این هیچ گونه شک و شبهه وجود نداره که آیات بعدی که در این زمینه آمدند و خود این آیات را حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیه میفرماد و قد ثبت فی الصحیح عن عمر رضی الله تعالی عنهم انهما عایشه و حفصه. در این هیچ گونه شکی وجود نداره در آیه بعدی که الله متعال میفرماد که ان تتوبا الی الله، که توبه بکنید به طرف الله، ما شک و شبهه نداریم که این آیه در مورد حضرت عایشه و حضرت حفصه رضی الله تعالی عنهما در واقع نازل شده. پس بنابراین در این زمینه هیچ گونه اختلافی وجود نداره. اما این چیزی که اتفاق افتاده چی بوده؟ درست. خود این مطلب را، این راز در واقع چی بوده؟ این در مورد تفاسیر اهل سنت و الجماعه موارد متعددی ذکر شده، من جمله این که در خود آیه سوره تحریم که الله متعال میفرماید یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، این چیزی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر خودش حرام کرده بود چی بود؟ آیا این در واقع عسل بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم عسل رو بر خودش حرام کرده بود، یا این که یکی از کنیزانش رو رسول الله صلی الله علیه و سلم بر خودش حرام کرده بود؟ این یک مسئله هست که در اقوالی هست که در مورد تفسیر این آیه در کتاب‌های اهل سنت و الجماعت در واقع نقل شده. اما بیایم بنگریم همین رازی رو که به تعبیر آقای هلی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فاشش کرده. این به تعبیر در واقع اهل سنت، روایاتی که اهل سنت و الجماعت دارند و حتی روایاتی که خودش در این زمینه دارند، این راز را اساساً حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها فاش کرده. یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم یا اون غذا را، عسل را برای خودش حرام کرده بود یا کنیزش را بر خودش حرام کرده بود. هر کدوم از اینها که باشد، اون کسی که صاحب این ماجرا بوده و اصل این مطلب را میدونسته حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها بوده، نه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها. اما چون که حفصه این مطلب را با حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در میان گذاشت، در ادامه این آیه الله متعال خطاب میفرماد به هر دو تا، هم به حفصه و هم به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها، ان تتوبا الی الله، با صیغه تثنیه آورده که شما دو نفر در واقع توبه بکنید به طرف الله متعال. اما در خود آیه اومده که و اذ اسر النبی الی بعض ازواجه حدیثا، که یک حدیثی رو، حرفی رو رسول الله صلی الله علیه و سلم در اختیار یکی از همسرانش قرار داد و اون همسرش رفت اینو در واقع با دیگران بیان کرده مطلب رو. درست. در کتاب اهل سنت و الجماعت همین مطلبی هست که من خدمت بینندگان عرض کردم، این دو مورد در واقع ذکر شده. اما در کتب شیعه در این زمینه روایاتی وجود دارد که این رازی رو که حضرت عایشه یا حضرت حفصه، درست، به هر صورت از چه عایشه باشه چه حضرت حفصه باشه، این رازی رو که این بزرگواران اومدند و اینو فاش کردند و در واقع خبر درز کرد به حضرت عایشه یا بعد از اون به دیگران، این راز خلافت ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهم بوده. یعنی این رازی که یکی به یکی دیگه گفت، یعنی عایشه به حفصه یا حفصه به عایشه گفت، این در کتب شیعه این گونه اومده که این راز خلافت ابوبکر بعد از پیامبر بود. دقیقاً همینجور گفتین شما. بله. این راز این بوده که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت حفصه فرمودند که این راز را، یعنی این که من کنیز خودم را بر خودم حرام کردم، بر اساس روایت شیعه میگن این راز رو نگه دار، به کسی نگو، این حرف رو نگه دار، این مطلب را، من یک رازی رو به تو میگویم. اون راز این بود که بعد از وفات من ابوبکر خلیفه می شود و بعد از ابوبکر پدر تو به خلافت می رسد. این رازی بود، یک از حرفهای غیبی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها گفته بود بر اساس روایات شیعه، و حفصه اومد این مطلب رو با حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در میان گذاشت. این مطلب در کتاب تفسیر صافی و همچنین در کتاب‌های تفاسیر دیگر شیعه در واقع اومده. دوستان این مطلب رو نمایش بدن از کتاب تفسیر صافی، تفسیر فیض کاشانی هست، تفسیر الصافی جلد 5 چاپ کاملش هست، منشورات ذوالفقار دارالجوادین این کتاب رو در واقع چاپ کرده و اینم صفحه اول این کتاب تفسیر صافی منشورات ذوالفقار و دارالجوادین هست و اینم صفحه مشخصات این کتاب.
که به صورت کامل هست. در این کتاب، در این تفسیر درباره تفسیر سوره تحریم، در تفسیر سوره تحریم که در ابتدای این سوره این هست که دوستان نمایش بدند که الله متعال ابتدا خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، ای پیامبر من چرا چیزی را که من بر تو حلال کردم اونو بر خودت حرام میکنی؟ این یک مؤاخذه ای هست به رسول الله صلی الله علیه وسلم که ای پیامبر من چرا به خاطر رضایت همسرانت اون چیزی رو که الله متعال بر تو حلال کرده بود اون را حرام در واقع قرار داده. خب در اینجا یک مطلبی رو آورده و در مورد آیه بعدی که و اذ اسر النبی الی بعض ازواجه حدیثا فلما نبأت به رو گفته اخبرت به و اظهره الله و اطلع الله النبی علی الحدیث ای علی افشایه، که الله متعال رسول الله صلی الله علیه وسلم رو خبر داد که این راز در واقع پخش شده. این راز در واقع چی بوده؟ چرا این مطلب بوده؟ در اینجا مطلبی رو نقل میکند که یک روزی حفصه در منزل نبود، رسول الله صلی الله علیه وسلم با یکی از کنیزاش بود، حفصه اومد و ناراحت شد و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که حرف نزن، من اینو بر خودم حرام کردم. این مطلب در کتاب تفسیر صافی در اینجا آمده و گفت که کفا فقط حرمت ماریت علی نفسی، من ماریه رو بر خودم حرام کردم که بعد از این با ایشون نزدیکی نمی کنم و انا افضی الیک سرا، منتها من یک رازی رو با تو در میان میگذارم با حضرت حفصه، ان انت اخبرت به فعلیک لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. این در واقع هر جا که یک مطلبی اومده شیعه یک دخل و تصرفی کرده بگونه که بتونه از این روایت به نفع خودش استفاده بکنه. به هر صورت ما در اینجا اون مطلبی که در اینجا برای ما مهم هست اون رازی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم به عایشه گفته بودن. گفت بله من قبول دارم. فقال ان ابا بکر یلی الخلافه بعدی، که ابو بکر بعد از من به خلافت میرسد. ان ابا بکر یلی الخلافه بعدی، بعد از من ابو بکر به خلافت میرسد. ثم بعده ابوک، و بعد از ابو بکر پدر شما به خلافت میرسد. فقالت من انبأک هذا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر. و حفصه گفت که چه کسی شما را خبر داده به این مطلب؟ گفتند که بله العلیم الخبیر، یعنی اللهی که علیم و دانا با خبر هست این مطلب را به من گفته. فاخبرت حفصه به عائشه من یومها، حفصه رفت همین خبر را در همون روز به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در واقع بیان کرد. و اخبرت عایشه تو ابا بکر، و عایشه هم رفت و پدرش رو در این مورد خبر کرد. الان از این روایتی که در اینجا بیان شده دو نکته رو ما به صورت صراحت میتونیم استنباط بکنیم. اولا این که اون کسی که راز را فاش کرد حفصه بود نه عایشه رضی الله تعالی عنها، بر اساس این روایتی که در اینجا اومده. و مطلب دوم این که اون رازی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها گفته بود اون راز خلافت و امامت بود، یعنی این که خلیفه بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر هست و بعد از ابو بکر هم سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه است. پس بنابراین این در واقع شیعه میخواستند از این مطلب بیاند یک مطلبی رو برخلاف عایشه ثابت بکنند، یک اشکال و ایرادی رو بر عایشه بگیرند، برخلاف این ثابت شد. این اومد اصل و اساس مذهب شیعه رو از بین برد. زیرا که در خود تفاسیر شما اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل از وفاتشون بشارت دادن، مژده دادن به حفصه که پدر تو و ابوبکر بعد از من در واقع به خلافت میرسن. اگر واقعا این روایت یعنی عیبی داره، اشکالی داره، یعنی این که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها شما ایراد میگیرید چرا راز رسول الله صلی الله علیه وسلم را فاش کرده، خب بیاید این راز رو هم بیان بکنید که بله این رازی که حفصه و عایشه بیانش کردن این مطلب بوده که ابوبکر و عمر بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم به خلافت میرسن. پس بنابراین این خود این جریانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رو وعده داده که بعد از من خلیفه خواهی بود و این همه روایات بسیار زیادی رو که جعل کردن، تمام این روایت در واقع زیر یک تیر خلاصی بود به مذهبش، کل مذهب رو از بیخوبون نابود کرد. چون این روایتی که شما خوندید ظاهرا در تفسیر قمی هم اومده که رو تفسیر قمی نمیتونه حرف بزنن. خیلی از بزرگان شیعه مثل آقای خویی و حتی خود آیت الله علامه العظمی آقای قزوینی تفسیر قمی رو کلا تصحیح میدونه و میگه تمام روایات که در تفسیر قمی اومده ما قبول داریم.
پس وقتی که خلافت ابوبکر و عمر از خود تفسیر یا از خود کتب شیعه معتبر شیعه ثابت شد دیگه، پس نه حال دغدغه و جنجال به پا بزنن که اینا قصد کردن و فلان کردن و عمر کردن. و مطلب دیگه که میخوام اینجا اضافه بکنم این است که من عرض کردم که شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه اولا این مطلب هست که چیزی هست که اون چیزی که واقعیت بوده و ما معتقد به اسمت هیچ کسی نیستیم. اما در کنار حضرت عایشه و حضرت حفصه و در کنار ابوبکر و عمر و عثمان افراد دیگری وجود داشتند، اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم که جز شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم و نزدیکان ایشان بودند. اگر قرار هست که شما خورده بگیرید از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و گناه را دلیل بر کفر بدانید، گناه را دلیل بر کفر بدانید، خب این گناه را اصحاب رسول الله که انجام دادن در کنارش اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم مخالفت هایی رو با رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام دادن. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه یک مطلبی رو در مورد خواستگاری حضرت علی رضی الله تعالی عنه مطرح کرده که در این زمینه در هفته گذشته مطالبی رو بنده عرض کردم که موجب ناراحتی حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها شد و نهایتا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر روی منبر رفتند و این مطلب را اشاره کردند که علی ابن ابی طالب یا باید دختر ما را طلاق بدهد یا این که از این ادعای خودش و خواستگاری دختر ابوجهل برود و انصراف بدهد. فان انما فاطمه بضعه منی یریبها ما رابها و یؤذینی ما آداها. این در روایات اهل سنت و الجماعت به صورت صحیح اومده، در صحیح بخاری، صحیح مسلم و بقیه اومده و در کتاب‌های خود شیعه هم این مطلب کاملا وجود دارد. این یک مطلب هست. در این مطلب ما می‌بینیم اگر قرار باشد که شما با اون دیدگاه در واقع مغرضانه خودتون به خطاهای افراد پیرامون رسول الله صلی الله علیه و سلم بنگرید، یکی از اون افراد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است. یه مورد دیگری که در این زمین اومده و به اتفاق شیعه و سنی این وجود داره، اتفاق افتاده و متاسفانه شیعه هم در این زمینه این یکی از اشتباهات و یکی از در واقع دلیل عدم صداقت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو قرار میدن، این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در قضیه صلح حدیبیه این مطلب را اعلام کردند به اصحاب خودشون که روایت در صحیح بخاری و در بقیه کتاب‌ها اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در ام سلمه رضی الله تعالی عنها همراهیشان بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این که مصالحه کردن، صلح کردن و پیمان نامه رو نوشتن، دستور دادن به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که به اصحاب خودشون که بروید قربانی هایتون رو، هدایایی رو که آوردید، هدیه رو ذبحش بکنید. الان ما نمیتونیم که برسیم وارد مکه بشیم، این هدیه را، قربانی هایی را که شما آوردید همینجا ذبح بکنید. خب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ کسی بلند نشد. هیچ کسی از این اصحاب بلند نشد که این کار رو انجام بدهد. به چه خاطر بلند نشدن؟ زیرا که همهشون با توجه به وعده هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به اونها داده بود، با توجه که به لتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله آمینین که الله متعال این اعلام کرده بود که ان شاء الله شما وارد مسجد الحرام خواهید شد. تمام صحابه 100% مطمئن شده بودم که ما از مدینه حرکت کردیم رفتیم تا حدیبیه رسیدیم به این معنی که حتما وارد میشیم. الله متعال اینو در قرآن برای ما بیان فرموده، رسول الله صلی الله علیه و سلم این مطلب رو برای ما بیان فرموده، اما الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفته بودن امسال وارد مکه خواهید شد. این اتفاق افتاد اما در سالهای بعدی. خب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چون که این امیدوار بودند که این دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور نهاییشون نیست، دستور نهاییشون نیست، امکان داره که دوباره دستور بدن که نه حرکت بکنید و یک فردی بشه برند به طرف مکه. بدین خاطر هیچ کسی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند نشدن، این کار رو انجام نداد. خود رسول الله هم ابتدا انجام نداد، رفتن در داخل خیمه در کنار ام سلمه رضی الله تعالی عنها، بیشان گفتند که یه مقدار ناراحت بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که چرا ناراحت هستی؟ گفت من چرا ناراحت نباشم، من به این صحابه گفتند که برند این هدایا رو ذبح بکنیم، کسی حرف منو گوش نکرده.
حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها از فقهی که داشتند، درایتی که داشتند و موقعیت شناس بودن، گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم این نیاز به ناراحتی نداره، راهکارش این است شما برو بیرون و خودت برو هدایای خودت را، یعنی قربانی های خودت را ذبح بکن، حلاق رو صدا بزن، سلمانی بکنه، سر تو در واقع بتراشن. بعد از این صحابه خودشون این کار رو انجام میدن، مطمئن میشن که این دستور شما دستور آخر است و همین کار رو انجام دادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن هدایای خودشون رو ذبح کردند و اون قربانی ها و هدیه رو که آورده بودند و حلاق رو صدا زدند و سر خودشون رو در واقع تراشیدن، هیچ حرفی هم نزدن. وقتی که صحابه دیدند که نه این دستور نهایی رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، همه بلند شدند و در واقع هدایایشون رو، اون هدیه ها رو و قربانی ها رو ذبح کردند و سر خودشون هم کاملا تراشیدند. خب این مطلبی هست که در صلح حدیبیه اتفاق افتاد. الان اعتراض شیعه بر این جریان این است که چرا اصحاب اطاعت نکردند از رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ خب همین چرا را شما در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بگید. مگر علی در این جریان همراه نبود؟ دقیقاً بود. بیارند با یک روایت ضعیف، حتی روایتی که حسن باشه در درجه بعدی صحت باشه، برای ما ثابت بکنن به محض این که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داد که شما بروید و هدی رو و این قربانی رو ذبح بکنید، علی رفته باشه و ذبح کرده باشه. علی این کارو نکرد. همین اگر گناه و معصیت باشه، همین گناه رو علی هم انجام داده در همون جریان. اضافه بر این در همون جریان روایات شیعه و سنی دارند که زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم عهدنامه رو می نوشتن، کاتب عهدنامه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بود که می نوشتن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش املا می کردند و سهل هم از جانب کفار اومده بود و حضرت علی می نوشت، رسول الله بهش املا کرد بنویس که این معاهده‌ای هست که از جانب محمد رسول الله و در میان محمد و رسول الله و در میان سهل این معاهده بسته شده. سهل گفت که اگر ما قرار بود که اعتراف بکنیم که تو رسول الله هستی، خب باید نمی جنگیدیم. حرفی نبود. ما تو رو به عنوان محمد و رسول الله قبول نداریم. بنویس محمد ابن عبدالله، این رسول الله رو خط بزن. رسول الله صلی الله علیه و سلم به علی گفت که علی خطش بزن، اینجا که نوشتی که محمد رسول الله، این رسول الله رو خط بزن، بداش بدید محمد ابن عبدالله. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمود که من این چیزی که نوشتم اصلا خطش نمیزنم. خب مخالفت صریح با دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اما در اینجا ما میبینیم که معیار عوض میشود. در اون جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده بودند بری قلم و دوات بیاری تا یک چیزی رو بنویسم، اون اینقدر بلند کردند که این دلیل بر نمیدونم مخالفت و دلیل بر کفر و دلیل بر نفاق و دلیل بر بدخواهی بوده. خب در اینجا همون عملی رو که در اونجا بالفرض از عمر ثابت شده باشه، همون عمل اینجا از خود سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ثابت شده. پس بنابراین همون مطلبی هست که من عرض کردم، شیعه از دو گزینه یکی رو باید انتخاب بکنن، یا این که صحابه و اهل بیت را همه را با یک دیدگاه نگاه بکنن، با دیدگاه بشر بودن، با دیدگاه این که هیچ کسی معصوم نیستن، که در این صورت وقتی که نگاهشون این باشه از دو حال خالی نیست، یا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم تبرئه میشوند، جایی برای اشکال و گرفتن و ایراد گرفتن از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود نخواهد داشت، یا اگر معیار این باشد خود حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم زیر سوال خواهد رفت، زیرا در صلح حدیبیه ایشون قربانیشون ذبح نکردند. اضافه بر این دستور اکیدی را که موجه بود طرف خطابش فقط و فقط علی بود، علی رضی الله تعالی این دستور انجام نداد. اما دیدگاه اهل سنت در این زمینه کاملا صاف و شفافه. اگر با دیدگاه اهل سنت نگاه بکنن، نه علی متهم هست و نه دیگر صحابه. دلیلش هم این است که صحابه امیدوار بودند که این دستور نهایی رسول الله نیست و شاید که دوباره دستور دیگر بدهد که نه قربانی نکنید تا اینکه برسیم به مکه. و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به خاطر محبتی که داشتند و این به اصطلاح نمیخواستند که نام رسول الله صلی الله علیه و سلم پاک بکنند، اینو پاک نکردند و هدفشون مخالفت با دستور رسول الله نبود. هدفشون این نبود که در واقع ایمان نداشته باشند به حرف رسول الله صلی الله علیه و سلم. با این معیار هیچ اشکالی نه بر علی وارد هست و نه بر دیگر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما اگر قرار باشد با دید بغض و عداوت و کینه نگاه بکنیم و با دید در واقع بدخواهی نگاه بکنیم، میبینیم که تمام اصحاب رسول الله و هم حضرت علی رضی الله تعالی عنه زیر سوال خواهند رفت. اگر با دید واقع بینی نگاه بکنیم و صحابه را بشر تصور بکنیم که تصور که بشر بودند و معصوم نبودند، با این دید نگاه بکنیم، خب امکان داره که صحابه اشکالاتی رو داشته
داشته باشند، یعنی این که گناهانی رو مرتکب شده باشند و از اون گناه توبه کرده باشند، مانند بقیه مسلمانان، باقی مانند من و شما که گناهی رو انجام بدیم امیدوار رحمت الله متعال خواهیم بود و امیدوار هستیم که الله متعال گناهان ما رو ببخشد و این امید و رحمت الله متعال برای صحابه و اهل بیت قطعا درجهش و سطحش بسیار بیشتر و اولاتر. تشکر و سپاس جناب استاد با توضیحاتی که در این رابطه دادین. اگرچه وقت زیاد نمونده ولی باز هم یک میانبانا ببینیم یک استراحت کوتاه بشه، باز هم همراه شما بینندگان عزیز خواهیم بود. تعرفون من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهل تعلمون لماذا يحبه العالم؟ ما الذي جعل جذع الشجر يحن ويبكي على فراقه صلى الله عليه وسلم؟ الذي جعل هذا الجبل الساكن يهتز ضربا حين وقف عليه؟ إنه نبي الرحمة. ستسألون عن ذلك الحب الذي ملك القلوب. ويا من تحاولون الإساءة لنبينا الكريم، تعالوا واقرأوا سنته واسمعوا كلامه. نحبك يا رسول الله ونفديك بأرواحنا. وكيف لا نحبه وهو نبي الإنسان يحزن لحزن طفل مات عصفوره. ستعلمون حقا أنه ما بعث إلا رحمة لكم. صلى الله عليه وسلم. به همه همراهان برنامه منهاج السنه، چه زیباست که سیمای صحابه را از نگاه قرآن بنگریم. آیات متعددی که جناب استاد اشاره کردن و خیلی آیاتی هست که خداوند متعال صحابه رو در اون آیات کاملا ایمان صحابه رو ملاک و معیار قرار میده برای ما که اگر یعنی ما اونجور ایمان داشته باشیم ایمانمون مورد پذیرشه و اگر نه یقینا جامون جهنمه و در کجراه قرار دادیم. خداوند متعال در آیه 13 سوره بقره میفرماد به اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، وقتی که به کفار و مشرکین گفته میشد که ایمان بیاورید آنگونه که مردم یعنی صحابه ایمان آوردن، گفتن آیا ما ایمان بیاوریم آنگونه که سفها ایمان آوردن، یعنی اونها به صحابه سفها خطاب میکردن. خدا بیامرزد ابو ریحان ضیاءالرحمن فاروقی را رحمه الله، قبرش پر نور باد، که وقتی در یک از صحبت‌هاش میگفت که هر کس هر صفت زشت و ناپسندی را به صحابه نسبت بده، هر صفت زشت و ناپسندی را از این آیه میشه استنباط کرد که اون صفت زشت و ناپسند بر خودش باد. دقیقاً چه استنباط و استدلال زیبایی. امیدوارم که محب صحابه باشیم و بر اون چیزی که خداوند متعال در قرآن دستور داده به اون چنگ بزنیم که واعتصموا بحبل الله جمیعا. اگر همگی به قرآن چنگ بزنین هیچ وقت اختلاف نخواهد آمد. جناب استاد وقتی از زیادی هم نمونده در رابطه با صحبتاتی که اشاره کردین و بحث طولانی است. ادامه مبحثی که مونده در رابطه با این که با سیدنا علی جنگید و بحث های دیگه که آقای هلی در کتابش مطرح کرده بفرمایید.
یکی دیگر از اشکالاتی که گرفته بود آقای هلی در کتاب خودش، روایتی بود که نقل کرده بود از زبان خودش که رسول الله صلی الله علیه وسلم به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمودند تقاتلین علیا و انت له ظالمتون له، که تو با علی خواهی جنگید در صورتی که تو ناحق هستی، به ناحق اینو در واقع با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه می جنگید. در مورد خود اختلافی که به وجود آمد، یعنی جنگی و درگیری که در صفین در جنگ جمل در میان در واقع لشکری که سیدتنا عایشه رضی الله تعالی عنها در میان اون بود و سیدنا علی رضی الله تعالی اتفاق افتاد. خب این که اتفاق افتاده در این هیچ گونه بحثی وجود نداره، یک جریان تاریخی و موثق هست که این در واقع درگیری واقع شده. در مورد تفاصیلش و چگونگیش، چرا واقع شد، عواملش چه کسانی بودن و دیدگاه حضرت علی رضی الله تعالی عنه در مورد مخالفینش، در مورد بازماندگان این جنگ، در مورد کشته شدگان این جنگ در واقع چه بود، این مطلبی هست که یک برنامه جداگانه میخواد ان شاءالله در هفته بعدی در این زمینه مطالبی رو عرض خواهم کرد. اما در مورد خود این روایت من عرض کردم که انسان مسلمان و مؤمن دلیلش یا قرآن هست یا احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. قرآن که باشه هیچ حرفی در اون نیست، وقتی که یک آیه صریح و شفافی وجود داشته باشه جایی برای تعویل نیست مگر انسان‌هایی که واقعا عصبیت و تعصب جلوی دیده اونها را گرفته باشه. یا تعبیری بهتر یا کسانی که قائل به تحریف قرآن هستن، بله اون یا تحریفش بکنند یا حتی به خاطر تعصب و عصبیتی که دارند اون تعویلش بکنند و تحریف معنوی بکنند. و در مورد احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم امروزه شیعه و سنی بر این نظر اذعان دارند که روایات باید روایت صحیح باشه. ما امروزه قرار باشه که در یک دادگاه، البته در این مورد دادگاه‌های جمهوری اسلامی استثناء هست، در هر دادگاهی در دنیا اگر قرار باشه که یک نفر را متهم بکنند باید دلیل موثق و صحیح انسان داشته باشه. چه برسه به این که به خاطر یک روایتی، به خاطر یک نقل قولی ما یک امت را، یک گروه را یا یکی از افراد و نزدیکان رسول الله را که در 1400 سال قبل از این بودن اونها را متهم بکنیم. برای اثبات جرم برای امروزه در دادگاهایی که واقعا انصاف دارن حتما باید یک شاهد عادل و دلیل مدرک قطعی و حتمی وجود داشته باشه، نه اینکه بعد حدس و گمان گفته باشه. هیچ دادگاهی در دنیا حکم نمی کند که گفته شده چون که ما شنیدیم، گفته شده چون که شایع شده که فلانی نمیدونم محارب حکومت هست پس بنابراین باید اعدام بشه. بر این شایدها و نمیدونم ما شنیدیم و شایع شده، اینها فقط در حکومتی مانند حکومت ایران میتونه مستند و دلیل اعدام جوانان اهل سنت باشه. در دنیا حتی در کشورهای کفر چنین چیزی مورد استدلال قرار نمیگیره، به اون استدلال نمیکنن. پس بنابراین اگر آقای هلی یا هر کسی دیگر مطلبی رو نقل کرده باید اینو صحیح ارائهش بده که دلیل واقعا صحیح داشته باشه. شما دارید با این روایت بر اساس دیدگاه خودتون ایمان یک شخص رو زیر سوال میبرید، ایمان یک شخص رو زیر سوال میبرید و برایش اثبات جرم میکنید. چگونه با یک شایعه و یک حدیث جعلی و دروغین میخواید این کار رو انجام بدید؟ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میفرمایند که و اما الحدیث الذی رواه، اما این مطلبی که آقای هلی به عنوان حدیث اینو بیان کرده بود و این جمله هست که گفته بود تقاتلین علی و انت ظالمه له فهذا لا یعرف فی شیء من کتب العلم المعتمده، در کتاب‌های معروف و مورد استناد و معتمد علمی این وجود نداره. ولا له اسناد معروف، این سند مشخصی رو هم نداره که ما بخوام سندش رو بررسی بکنیم. سند مشخصی رو هم ندارد. و هو بالموضوعات المکذوبات اشبه منه بالاحادیث الصحیحه، این به روایات جعلی و دروغین شبیه تر هست به روایاتی که در واقع صحیح باشن. بل هو کذب قطعا، بلکه قطعا این یک دروغ و یک نوع افسانه هست و یک روایت جعلی هست. فان عایشه لم تقاتل ولم تخرج لقتال، بدلیل این که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نه با علی جنگیدند و نه هدفشون جنگ بود. درسته که رو بر روی هم دیگر قرار گرفتن، درست است که جنگی رخ داد عملا، اما به
هیچ عنوان حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها به عنوان و به قصد این که برود با علی بجنگد در واقع از مدینه یا از مکه خارج نشدند و انما خرجت لقصد الاصلاح بین المسلمین، هدفش اصلاح در میان مسلمانان بوده و ظنت گمان ایشون این بود که ان فی خروجها مصلحت للمسلمین، که گفتن اگر بروند خارج بشوند یک مصلحتی برای مسلمانان باشه. ثم تبین لها فيما بعد ان ترک الخروج کان اولا، بعدا براش مشخص شد که این بیرون رفتنشون و همراه شدنشون خیری رو در بر نداشته. فکانت اذا ذکرت خروجها تبکی حتی تولى خمارها، و وقتی که این جریان بعد از این اتفاق افتاده بود، وقتی که این اتفاق رو براش تعریف میکردن بیادش اومد، گریه میکردن تا اینکه روسریشون هم در واقع خیس میشد. پس بنابراین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها اولا این روایت دروغ هست، نه سند صحیحی داره و نه در کتاب‌های معتمد اهل علم ذکر شده، بلکه دروغ و افسانه و روایت جعلی هست. زیرا که به اتفاق شیعه و سنی، به اتفاق شیعه و سنی روایات خیلی رو جعل کردند، اما ریزکارهایی مونده که در فکر اون جاهلان حدیث و دروغ پردازان شیعه نیومده. بدین معنی که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها به هیچ عنوان اعلام جنگ نکردند. بیارند برای ما اعلام بکنند، شیعه روایاتی رو بیارند که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در مدینه یا در مکه اعلام کرده باشند ای مردم من میخوام برم برای جنگ علی، هر کسی تیر و کمانی دارد و شمشیری دارد بردارید بیایید همراه با من. آیا از کجا ثابت بکنند که حضرت عایشه یا حضرت طلحه یا حضرت زبیر اعلام جنگ کردند، اسم‌نویسی کردند، به تعبیر قبل از چند سالی که سربازگیری کرده باشند که آدم یلا بریم برای جنگ حضرت علی رضی الله عنه؟ چون این روایاتی مطلقاً وجود ندارد، بلکه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در مکه بودند، در مسیر بازگشت از حج و جریانش طولانی است که خود جریان جنگ جمل رو ان شاءالله در هفته بعد من خدمت بینندگان عرض خواهم کرد. پس بنابراین در این زمینه این استدلالی که از این روایت کرده روایت دروغی هست، جعلی هست، سند نداره این روایت و سند معروفی که بشود اون رو تحقیق و بررسی کرد چون این سندی وجود نداره. و اضافه بر این خود واقعیت موجود در زمان حضرت عایشه و طلحه و زبیر حتی به اعتراف شیعه و کل تاریخ اسلامی چون این چیزی اعلام جنگی که به عنوان اعلام جنگ باشه که مردم از مکه و مدینه خارج بشن به نیت جنگ و تجهیزات بردارن، چون این چیزی وجود نداشته. این یک مطلب دیگری که ایشون اشاره میکنند و اشکال گرفته بود این است که و خالفت امر الله، که حضرت عایشه مخالفت کرد با دستور الله متعال. الله متعال به ایشان دستور داده بود که وقرن فی بیوتکن، در خونه خودتان بمانید، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، در خونه بمانید و مانند زمان جاهلیت خودنمایی نکنید و تبرج نکنید. بالفرض این که حضرت عایشه این کار رو انجام داده باشه، الله متعال بهش گفته بود از خونه نباید بیرون برید، ایشون بیرون رفتن، نهایتش چی میشود؟ نهایتش این میشود که مخالفت دستور الله کرده، یک گناهی رو در واقع انجام داده، مثل هزاران گناهی که تمام مسلمانان انجام میدهند. مانند این که به طور مثال نمونه هایی رو آورده شیخ الاسلام در اینجا که الله متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالها یکدیگر رو به ناحق نخورید. هزاران انسانی که مال یکدیگر رو به ناحق میخورند. ولا تقتلوا انفسکم، خودتان را نکشید. هزاران انسانی که مورد در واقع دچار قتل میشوند یا دیگران را میکشند. ولا تلمزوا انفسکم، و از همدیگر عیبجویی نکنید. دستورات اکیدی رو که الله متعال به تمام مسلمانان در واقع داده. یا این که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام که حرمت یومکم هذا، که مال و جان و ناموس و همه شما بر همدیگر کاملا حرام هست. تمام دستوراتی که در این زمینه در قرآن برای تمام مؤمنان اومده. یکی از همین مؤمنان حضرت عایشه هست. بالفرض این که از تمام واقعیت رو ما صرف نظر بکنیم، نهایتش این است که ایشون یک گناهی رو در واقع انجام داده بوده و این گناه در دریای نیکی های ایشون در واقع پنهان میشه. اما این یک مطلب. شما اشاره کردین که آقای هلی گفته بود که وقرن فی بیوتکن، همونطور که عادت دیرینه شیعه است، یعنی از زمان ابن سبا گرفته، عبدالله ابن سبا یهودی گرفته تا الان و تا هر وقت اینو ادامه داشته باشن که قطع و برید میکنن. خب میگه وقرن فی بیوتکن، چرا ادامه شو نمیگه که ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی؟
این نکته در اینجا هست. من عرض کردم بالفرض این که هیچ گونه توجیهی نداشته باشه، هیچ گونه جوابی رو نداشته باشه، نهایتش این است که یک گناهی رو ایشون انجام دادن. ما که معتقد نیستیم که ایشون معصوم بودن. این یک نکته. نکته بعدی این که فرموده شما چرا ادامه آیه رو نمیخونید؟ الله متعال فرمودن و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی، در خانه های خودتان بمانید و مانند دوران جاهلیت خودنمایی نکنید. مانند دوران جاهلیت خودنمایی نکنید. خودنمایی دوران جاهلیت برای همه مشخص است که نه حجابی بود و نه در واقع پروایی داشتند برای اینکه در ملأ عام زنان حاضر بشن. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها از خونه وقتی خارج شد کجا رفت؟ مکه. بیارن ثابت بکنند برای ما آقایون شیعه‌ای که این اعتراض میکنند که سیدتنا عایشه رضی الله تعالی عنها از مدینه رفته باشه به طرف بصره، از مدینه در واقع رفته باشه به طرف بصره به جنگ فتنه و فساد. چون این چیزی وجود نداره. حضرت عایشه به اتفاق شیعه و سنی و تاریخ صدر اسلام ایشون رفته بودن به مکه، برای حج رفته بودن. در مسیر بازگشت از حج از مکه با توجه به همراهانی که داشتن و این توصیه کردند که بریم شاید صلح و صفای واقع بشه، از اونجا مسیرشون منحرف کردن رفتن به طرف بصره. پس بنابراین این یک نکته. نکته بعدی این که آیا این تبرج جاهلیت بوده؟ به اتفاق شیعه و سنی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در این سفر سوار بر شتر بود و بر روی کجاوهش بود، بر روی کجاوهش بود، بر روی اون خیمه‌ای که ساخته بودن بر روی شتر. دقیقاً همون صورتی که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. همون کیفیتی رو که حضرت عایشه در زمان رسول الله به مسافرت می رفتن همراه ایشان چه کیفیتی بود، با همان کیفیت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها رفتن به مکه و مسیر بازگشتش به در واقع به بصره. یعنی این که بر روی شتر سوار بودند و در داخل کجاوه بودند که پرده‌ای بر اون در واقع انداخته بود. این به چه عنوانی شما میگید که این تبرج جاهلیه هست؟ این نکته دوم. نکته سومی که در اینجا وجود دارد، مگر زمانی که الله متعال به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و بقیه همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده بودند و قرن فی بیوتکم، در خانه هایتان بمانید، آیا معنیش این است که تا زمانی که بمیرید باید اینجا زندانی باشید؟ اجازه ندارید برای قضای حاجتتون برید بیرون؟ اجازه ندارید که برای نماز برید مسجد؟ اجازه ندارید که برای کارهای شخصی خودتون از خانه بروید بیرون؟ اجازه ندارید که برای حج بروید؟ قطعا چون این معنی رو نداره. به اتفاق شیعه و سنی حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نزول این آیه همسرانشون رو برای حج بردن، در سالی که برای حج رفتن. حجۃ الوداع 2-3 ماه قبل از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و بنابر روایات شیعه و سنی حداقل حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وجود داشت که حتی این مستند شده برای شیعه و سنی که زنی که نتواند که طواف را انجام بدهد چه کار بکند، که رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر رو با ایشون فرستادند که برند از تنعیم در اونجا در واقع احرام ببندند و تا امروزه هم تنعیم اون مسجدی که وجود داره اسمش هست مسجد عایشه، به این خاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون سفر خودشون حضرت عایشه رو با برادرش فرستادند که برند از اونجا در واقع برند و احرام ببندند. این نقطه سوم که در این زمینه وجود داره. پس بنابراین بنابر تمام این موارد هیچ گونه اشکال و ایرادی بر حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وارد نیست. اولا که این خروجش این قرن فی بیوتکن دست معنیش این نیست که شما باید در خونه بمینید و زندانی باشید، برای کارهای خودتون بیرون نرید، به دلیل اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نزول این آیه همسرانش رو به حج می‌بردند، برای مسجد می‌رفتند برای نماز. و دوما این تبرج خروج جاهلیه نبوده، همراه با محرم بوده، فرزندان زبیر همراهش بودند و کاملا با ستر و پرده و حجاب بوده و در داخل کجاوه بوده. و سوما هدفش به طرف حج بوده، نه اینکه بروند برای جنگ، و هدفش اساسا جنگیدن با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نبوده. از این موارد که تمام بگذاریم، نکته دیگری رو که متاسفانه شیعه یا نمیدانند یا تغافل میکنند، در واقع تجاهل میکنند، سرشون رو زیر برف فرو بردن مانند کب، این است که این آیه کجا هست؟ همین آیه که شما میگی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی، این آیه کجا هست؟
همون آیه است که انتهاش اسمت برای همون آیه‌ای هست که در مورد فاطمه و علی و حسن و اهل کسان نازل شده. درست. آیه جداگانه نیست، دقیقاً همون آیه هست که در آیه 33 سوره احزاب. دیگه آیات قرآن شما نمیتونید قیچی بکنید. آیه‌ای که در این زمینه هست و قرن فی بیوتکن اومده، این دقیقاً همون آیه‌ای هست که امروزه شیعه از این آیه استدلال میکنن برای اثبات عصمت ائمه خودشون، حداقل سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و حسن و حسین و فاطمه زهرا. آیه این هست سوره احزاب آیه 33. در ابتدای آیه الله متعال میفرماید و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی. ای همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم، شما در داخل خانه‌هایتان بمانید و مانند دوران جاهلیت تبرج نکنید و اقمنا الصلاه و نماز را اقامه بکنید و آتین الزکات را زکات را پرداخت بکنید و اطیعنا الله و رسوله و از الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت بکنید. این دستورات رو در اینجا داده. بلا فاصله پشت سر این مطالبی که بیان شده در این آیه خطاب میکند الله متعال به ازواج مطهرات همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم. این دستوری که به شما داده شده در سورات قبلی و این دستور که در خانه بنشینید، در مانند دوران جاهلیت تبرج نکنید، نماز بخوانید، زکات بدهید، از الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت بکنید، به خاطر چی هست؟ به خاطر اینکه الله متعال میخواست شما را پاکیزه بگرداند. انما یرید الله لیذهب عنكم الرجس اهل البيت و یطهرکم تطهیرا. ای اهل بیت، اهل بیت همینایی هستند که در ابتدای آیه الله متعال اونها رو مورد خطاب قرار داده. این دستورات به خاطر این است ای اهل بیت که الله متعال میخواست شما را پاک بکند. لیذهب عنكم الرجس اهل البيت، ای اهل بیت و یطهرکم تطهیرا، و شما رو کاملا پاک بکند. شاید برخی از کسانی که از هر چیزی خورده میگیرن به خب چرا در اینجا صیغه به صورت مذکر اومده لیذهب عنكم الرجس، صیغه عنکم را آورده؟ به دلیل اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در کنار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و کلمه اهل از در زبان عربی مذکر هست. وقتی که در اینجا کلمه اهل را آورد، صیغه را هم به صورت مذکر تغییر داد. پس بنابراین به اتفاق شیعه و سنی این آیه مشمول حضرت فاطمه زهرا هم هست. درست. این آیه و قرن فی بیوتکن از آغاز آیه 33 که شروع میشد تا انتهایش که و یطهرکم تطهیرا، این آیه رو شیعه استدلال میکنند که و در روایت صحیح اهل سنت و الجماعت موجود داره و صحیح ترین روایتش از خود همین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها است. این روایت کسا از حضرت عایشه هم نقل شده، از ام سلمه هم نقل شده و صحیح ترین روایت حضرت عایشه است که در صحیح مسلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فاطمه رو، حسن رو، حسین رو و علی رو زیر کسا و چادر خودشون گرفتند و این آیه را خوندند و دعا کردند که اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. پس بنابراین یکی از افرادی از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم که مشمول این آیه هستند فاطمه زهرا بوده. خب این سوال از شیعه من سوال میکنم که شما به چه دلیل میگویید که حضرت علی رضی الله تعالی عنه بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت فاطمه رو گرفتن، سوار بر الاغ کردند، خونه به خونه انصار میرفتند و تا اینکه از اون تقاضا میکردن بیای به ما کمک بکنید ما حق خودمون رو بگیریم؟ مگر نه این است که الله متعال به اهل بیت رسول الله دستور داده و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی؟ چرا معیارتون در اینجا عوض می شود؟ اگر این آیه در مورد فاطمه نیست، خب اسمتی که شما ادعا کردید از بین می رود. اگر این آیه در مورد فاطمه و بقیه هست، پس بنابراین همین اشکالی که شما بر عایشه گرفتید بر حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وارد می شود. اما ما معتقد هستیم که نه اشکالی بر عایشه هست و نه بر حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها. ایشون تمام همسران رسول الله، دختران رسول الله، اهل بیت رسول الله در کنار اصحاب و شاگردان و عزیزان رسول الله صلی الله علیه و سلم همگی جز کسانی هستند که الله متعال از گناهانشون گذشته و اونها رو مورد لطف و مرحمت خودشون قرار داده و تمام اونها رو، مهاجرین و انصار را، مسابقین اولین را و اهل در واقع فتح را، اونایی که قبلا ایمان آوردن بعدا ایمان آوردن، همه را الله متعال به حسنا و نیکی در واقع وعده داده و قطعا وعده الله متعال در مورد اصحاب و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم تحقق خواهد یافت. ممنون و تشکر جناب استاد، واقعا زیبا و واقعا دلنشین واقعات بیان کردید. اگر
به حساب جنبندیتون هست خلاصه در 1 دقیقه و با بینندگان خداحافظی بکنین. کل هم جنبندی هر چی دارین در 1 دقیقه اگر میشه. فقط یک نکته ای رو من یادم رفت که در مورد امین سوره تحریم بعد از این که این آیه رو که در آقای هلی از اون استدلال کرده بود و اذا سر النبی الی بعض ازواجه که گفته بود حضرت عایشه راز رسول الله صلی الله علیه و سلم رو فاش کرده بود، در ادامه این آیات میبینیم که الله متعال این دستور میدن ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما، ای عایشه و ای حفصه توبه بکنید به طرف الله متعال. و قطعا وقتی که الله متعال توبه دستور توبه داده، حضرت عایشه و حفصه رضی الله تعالی عنها در واقع توبه کردند و خصوصا در آیه 5 سوره تحریم باز هم الله متعال میفرماید که عسى الرب ان طلقكن ان یبدله ازواجا خیرا منکن، اگر توبه نکنید چه بسا که الله متعال دستور بده که شما را طلاق بدهد و همسران دیگر بگیرند. و چون که رسول الله طلاق نداد و همسران دیگری در واقع انتخاب نکرد، بدین معنی هست که در واقع حضرت حفصه و عایشه رضی الله تعالی عنها از این عملی که نباید میکردن در واقع توبه کردند و مورد مغفرت و رحمت الله متعال قرار گرفت. ممنون سپاس جناب استاد، خیلی خیلی ممنون. و منم فقط خلاصه در 1 دقیقه از بینندگان شیعه و خصوصا از مراجع اعظامشون سوال دارن که میگن اهل بیت اونجا علی و فاطمه و بقیه هستن. سوالی دارن در رابطه با آیه 73 سوره هود که خدا میگه قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. اینجا فقط و فقط خانم حضرت ابراهیم علیه السلام خطابه، چرا علیکم برای یک خانم آورده؟ جواب بیارین. فما جوابکم فهو جوابنا. و همچنین حدیث جناب استاد به حدیث صحیح اشاره کردن که از دیدگاه شیعه، من فقط از تمام شیعیان میخوام که یک حدیث صحیح بیان، هر مسئله رو میخوان یک حدیث صحیح بیان، از هر کس میخوام بیان تا پیامبر، فقط مذهبشون رو با یک حدیث صحیح ثابت کنن، نمیخوام احادیث دیگه، اونم با تعریفی که علامه شهید ثانی گفته و بقیه علمای شیعه اونو تدارین. آقا کاش که آقای هلی هم زنده بود که بهش میگفتم که آقا مجید جون آقای هلی، اون حفصه اون عایشه نبود و حفصه بود که آقای قمی در کتابش بوده. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید و به اطلاعاتتون افزوده بشه. ما را در دعایت خودتون فراموش نکنید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگوار میسپارم. خیلی خیلی ممنون. خدا یار و یاورتون. خیلی ممنون.